خدمات علاقه تاجیکستان بر اساس شکایت ساکنان شرکت تیسل را 6 میلیون، مگافون تاجیکستان را 5 میلیون و تاجنت را 3 میلیون سوم جریمه کرده است. مقامات و شرکت ها رسما در این باره صحبت نمی کنند، اما منابع آگاه به رادیوی آزادی این خبرات تایید می کنند. ما برای گرفتن شرح رسمی مسئله در عمر 2 روز به خدمات علاقه و شرکت زیرتابع آن تاجیک تلکام مراجعه کردیم، اما دوام این 2 روز در این دو اداره کسی را پیدا نکردیم که به سوالهای ما پاسخ بدهد. هرچند اطلاع منابع آگاه شرکت تاجنت که یک زیرساختار شرکت تاجیک تلکام است از جریمه شدنش ناراضی کرده است. منابع رادیوی آزادی گفتند تیسل، مگافون و تاجنت آخر ماه دکامبر سال گذشته و در پی یک سنجش جریمه شدند. نسبت هر سه شرکت بر اساس ماده 350 کدکس حقوق ویرانکنی مأموری، یعنی رعایت نکردن طلبات برای علاقه سند ترتیب داده شده است. نظر این سه شرکت معلوم نیست. منابع آگاه از مسئله بر رادیوی آزادی گفتند شرکت های تیسل و مگافون به تصمیم خدمات علاقه اعتراض نکردند، اما تاجنت گفته است که از 3 میلیون سوم جریمه تنها 1.5 میلیونش را قبول دارد. حالا معلوم نیست که تاجنت از بالای قرار خدمات علاقه به دادگاه شکایت میبرد یا نه. فرشته گل و کارشناس بخش فناوری میگوید جریمه شرکت های موبیلی راه حل مسئله نیست. اگر وقتی معین داده میشد به شرکت ها که آنها آن خطاگیایی که راه داده اند از حساب همون جریمه بندی بهتر می نمودند، فکر میکنم صفت علاقه و صفت خدمت رسانی نسبت مشتریان خوبتر و بهتر میشد. خیال میکنم که جریمه بندی از حساب بار مشتریان برآورده می شود. این بار اول نیست که خدمات علاقه تاجیکستان شرکت های موبیلی را برای پس بودن صفت علاقه جزا می دهد. خدمات علاقه ماه فوریه سال گذشته 4 شرکت موبیلی تیسل، مگافون و ویلان موبایل و تکام را جریمه کرده بود، اما حجم آن را اعلان نکرد. مجازات شرکت های موبیلی تاجیکستان در حالی است که شکایت ها از پس بودن صفت علاقه و اینترنت در کشور سالهاست که صدا می دهد. مشکل سرعت پست اینترنت و صفت نامناسب خدمت رسانی های شرکت های موبیلی با وجود تنقیدهای رئیس جمهور امام علی رحمان و بحث وکیلان در پارلمان هنوز هم حل خود را نیافته است. مولا رجب یوسفی، برات یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.